خب من هر روز یه بار میدوام. برای خیلی فکر میکنن که من چشم مثل قبله. خیلی میگن که باریکلا یه بار میدوی. ولی خیلی ها 99.9% ما نمیدونن که چشم من چجوری میبینه. من واقعا مثل آدم مستم. اصلا چشم مثل 100% قبل نیست. ولی به خودم فشار میارم که راه برم، بدوم، بشینم، پاشم. من همین اعتقاد دارم، عقیده دارم. کریم همینطور که تنها حالتی که از چیزهای زیبای زندگی لذت میبری وقتی که اون سختی رو بپذیری. من میدونم که این شرایط برای من سخته، ولی اتفاق خیلی خوبم پیش میاد و من از اونا وقت لذت میبرم که این شرایط سخت میپذیرم. برای همین هر دفعه که میدوام خیلی سخته، ولی میدوام، هر روز میدوام. از اول زندگیم آدمی بودم که دوست داشتم چالش بشم و الان همه چی برای من چالنجه و از این موضوع دارم لذت میبرم. شما خودتون به یه چالنجی بسپارید.